داریم میریم خیابون عشاق، لاو استریت. من فکر می‌کنم عشاق اینجا فقط ماییم. اسمش لاو استریته. یه ذره الان گرم هست ولی خنکش هم اومدیم. آره همه سیبیل دیدیم. ولی خب خیلی خیابون خوشگلیه اینجا. میبینی؟ تکون نمیخورم. سنگمنگم. نه مرغ دریایی. الان بهت میگم نگاه کن. الان با گوشی درست 17 نیست ولی زوم میکنه. نگاه کن. آی چقدر زیادم. نگاه کن. Yes. Arara, برو. خوشحالی؟ این سیبیش درشته اون چیه؟ خوشمزه است؟ خنک شدی؟ خوبه مزه یه چیزی میده. بذار بخورم. آره یه مزه آشنایی میده. آفرین من نفهم چی یادم اومد مزه تیرامیسو. نه چرا؟ خیلی کم تیرامیسو بیشتر مزه چی میده. بستنی قهوه کالا میگرفتیم اون آره نه مزه تیرامیسو میده. آره یه ذره طعم مزه بیاره. شکلش هم مثل هم بود. اسمش هم بود فراپاچینو. کرم بروله گفتی؟ اون تو گروه کریم برولیه. دو تا، یه دونه بدون شیر و بدون خامشه. اونجا رو بگیر. یه دونه بدون شیر و خامشه، یه دونم با شکر قهوه‌ای و خامه و فراپاچینو. نمیدونم اون رو هم درست دارم میگم دیگه ولی خوشمزه است. آره باحال. واقعا 4 تا شات اسپرسو 3 تا شات اسپرسو ولی اصلا مزه تلخی اسپرسو نداره. بیا
خرچنگ زنده است؟ نه قطعا مرده است. بذار بشورمش روش معلوم شه. نرمه؟ آره. یعنی چی نرمه؟ یه جوریه خیلی تازه مرده انگار. چشمشو؟ چشمشو؟ این چشش نیست. چرا؟ یه چشش کنده شد. نه اونم هست. نمیخوام بهش دست بزنم. نه بگیرش یه دقیقه. نه یه دقیقه. یه جوریه. خیلی چنده خب بیا. اون نرم. یه جوریه انگار که خیلی. کجاش نرمه؟ بابا نرمه. سفته. تازه است یه شکلیه. خب شاید تازه مرده بنده خدا. نره یا ماده است؟ من فاطمه اخلاصه. شاید بنده خدا زنده شد برندش تو آب. بنده خدا؟ برو دنبال اینجوری؟ روزی. پاش کنده شد. پاش کنده شد. روزی بنده خدا همینه دیگه. عمرش به دنیا نبود. اینم از لاو استریت، خیابون عشاق. ما که عشاقی ندیدیم، خیلی محدود. غیر از خودمون. غیر از خودمون عشاقی ندیدیم، خیلی کم بودن. چند تا یه دونه عشاق رفتن ها. تا ما دیدن رفتن. عشاق عمانی نشسته بودن اینجا. نرمه دیگه. آره. مثلا یک ماه دیگه من فکر کنم اینجا اوکی میشه. یک ماه دیگه فکر میکنم خنک میشه دیگه. عشاق ها می آیند. عشق‌ها نه عشاق‌ها. عشاق دیگه تعداد زیادی عشق میشه عشاق. من و تو یه عشقیم، اگه اون دوتا رو حساب کنیم یه عشق میشه عشاق دیگه. خب عشاق خودش جمعه نمیشه عشاق ها جمع‌تر که نمیشه که. با ها مشکل داری. عشاق